خوشحالم که یک بار دیگه با من همراه هستین. اگه دفعه اولتون نیست که ویدیوهای یوگا با سارا رو میبینید، اگه هم دفعه اولتونه که خوش اومدین. میتونین ویدیوهای روزهای دیگر هم ببینید. خب امروز ما میخوایم روی تمرین هایی که باعث میشه ستون فقراتون به سمت عقب خم بشه تمرکز بکنیم. خب برای این تمرین ها فقط کسایی که اگر احیانا مشکلی دارن توی ستون فقراتشون یا دکتر بهشون گفته نباید اینو انجام بدن، من توصیه میکنم که انجام ندید و به حرف دکترتون گوش بدید. اگر مطمئن نیستید اول با دکترتون هماهنگ کنید، ازشون بپرسین که آیا میتونید اینا رو انجام بدین و بعد انجام بدین. در حین انجام این حرکات هم نباید شما درد، به خصوص درد استخوانی، درد مهره‌ای داشته باشید. اگر هر جا احساس کردید دردی دارید که عضلانی نیست، تیزه و حس خوبی نداره، لطفاً همونجا بمونید، یعنی همونجا از اون حرکت خارج بشید و میتونید تو حرکت قبلی بمونید یا اینکه تمرینتون رو ادامه ندید. همیشه اجازه بدیم که بدن ما معلم ما باشه و به حرفاش گوش بدیم. بدن ما همیشه به ما میگه که چی میخواد. خب حالا با هم دیگه همینجوری که چهارزانو نشستیم، کف دستامون رو میذاریم روی زانوهامون، ستون فقراتمون صاف، یه ذره لبخندم رو لبامون باشه. تمرینمون رو خوب شروع کنیم. دم و بازدم، دم و بازدم. حالا این سری که دم انجام میدیم شانه ها رو میفرستیم به عقب، آرنجمون رو میفرستیم به عقب، نزدیک به هم دیگه میشن. قفسه سینه قشنگ میاد جلو، چونه رو میدیم بالا، نگاه رو به بالا، شکم میاد جلو. بازدم که انجام میدی ستون فقرات به عقب خمش میکنی، چانه میاد به سمت سینه‌تون. دم، نگاه به بالا، ستون فقرات به جلو. بازدم، ستون فقرات به عقب و چانه به سینه. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم و بار آخرش دم و بازدم. خیلی هم عالی. حالا دستا رو به بغل باز میکنین، انگشتای دستتون رو اینجوری میبندین، مشت میکنین دستتون رو و خیلی آروم باز و بسته میکنین و بعد تندترش میکنین، تندتر تا جایی که دیگه تندترینه. دم. بازدم که انجام میدین دست راست رو میبرین به سمت چپ، دست چپ میاد زیرش و شونتون رو بکشین به سمت چپ، نگاه و سر یه مقدار به سمت راست. قفسه سینه رو همون مرکز نگه دارید. یک دم عمیق. بازدم که انجام میدین دستا رو با هم عوض میکنین و نگاه و سر به سمت چپ. چه حالی میده این کشش. خب دستا رو میارین دوباره روی پاتون. دم که انجام میدین شونه رو میبرین بالا، بعد پایین، بعد بالا، بعد پایین، بعد بالا، پایین. خیلی هم عالی. خب حالا میریم تو حرکت تیبل تاپمون. این مقدار دستامون رو اول نرمش میکنیم از بیرون مد، بغلای مد. انگشتا رو میچرخونیم به سمت پاهامون، یه دایره‌های کوچیکی باهاشون درست میکنیم. دم و بازدم آروم و برعکس جهت رو انجام میدیم. همین ساختن دایره خیلی هم عالی. حالا انگشتای پاتون رو میذارین روی مد. دم، بازدم که انجام میدین میرین به سگ رو به پایین، لگن رو میفرستین بالا و عقب، فاصله بین گوش‌ها و دستاتون، شکم تو قفسه سینه رو به متتون افتاده باشه. هدف اینه که شکم رو به پاهاتون نزدیک کنین. میتونین یه مقدارم فاصله بذارین بین پاشنه پاتون و زمین و بعد شانه ها رو هل بدین جلو به سمت متتون. توی حرکت پلنک باشین، تقریبا یه خط صاف. زانوها رو بذارید پایین، پشت پا رو بذارید پایین و بعد کل قفسه سینه و پیشونیتون رو میذارین پایین. آرنجا رو میارین بغل دنده هاتون، شانه ها رو هل میدین عقب،
دم کبرا، half or full، یعنی نصفه یا کامل. هر جا که هستید ما اینو میخوایم 3 نفس نگه داریم. 1 2 3. خیلی آروم بیاین روی متتون، دستا رو بذارین کنارتون، کف دستا رو به پایین. دمو که انجام میدین پاها رو میبرین بالا، دستا بالا، قفسه سینه بالا، مثل یه هواپیما نگاه رو به جلو. دم بازدم، دم بازدم. بعد برمیگردیم پایین. خب یه بار دیگه دم، دستا بالا، پاها بالا، قفسه سینه بالا، نگاه رو به جلو. میتونید که تو اینجا بمونین یا اگه میتونید زانوهاتون رو خم کنید و به پاهاتون برسید. اگه نمیرسید میتونید حالا اون روپ یا اون تنابی که دارین دور پاهاتون ببندین و سعی کنید با اون بکشونید پاهاتون رو به سمت خودتون و بعد همه چی رو تا جایی که میتونید از روی مت دور کنید، فقط شکمتون میمونه. حواستون باشه گردنتون به چپ و راست نره، به جلو نگاه کنید که از گردنتون اینجا محافظت کنید. بعد پاها رو میارین پایین، پاها رو دستاشون ول میکنین، دستامونو دستا رو میزنیم زیر شونه ها. بازدم که انجام میدیم میایم به حرکت بچه یا چایلدز پوز. لگن رو میفرستیم عقب و پیشونیمون رو میذاریم روی مت. دم و بازدم. خب حالا با کف دست خودتون رو بکشید جلو. اول میایین تو حرکت تیبل تاپ، بعد لگن رو ببرین به سمت عقب، روی پاشنتون بشینید. اگه براتون خیلی سخته روی پاشنه نشستن، حالا ممکنه که دردی داشته باشین توی مفصلاتون یا اینکه مثلا وزن زیادی داشته باشین، میتونین یه بلاک یوگا بگیرید بذارید زیر لگنتون و روی اون بشینید، فقط برای نشستن. حالا ما اینجا چند نفس میمونیم، ستون فقرات صاف، شانه هامون ریلکس باشه، چشما بسته. توجهمون رو میبریم به حرکت قفسه سینمون و شکممون هر بار که دم و بازدم رو انجام میدیم. یه اسکن میکنیم بدنمون رو از سرمون تا پاهامون، ببینیم هر جای بدنمون چه حسی داریم. ذهنمون رو تمرین میدیم که روی یک چیز تمرکز کنه، مثلا اینجا تنفسمون یا حس بدنمون. حالا دستا رو بیارین عقب، بذارینش روی متتون. اگه بلاک دارین بلاکتون رو خوابیده میذارین روی زمین و دستا رو میذارین روی بلاکتون. حالا بلاک یوگا رو اگه احیانا نمیدونید چیه، توی گوگل سرچ بکنید، مثل یک آجری که از فوم ساخته شده باشه. میذارین زیر دستاتون. اگه هم احتیاج نبود که همینطوری که من هستم، قفسه سینه رو میدین بالا، دم بازدم، یه مقدار لگنتون هم میفرستین بالا، انگشتا به سمت عقب مد، گردن ادامه ستون فقراتتون. دم بازدم، آروم آروم گردنتون هم ریلکس میکنین و بعد لگن رو میارین پایین، دوباره به حالت نشسته دو زانو. دم و بازدم. حالا لگن از روی پاشنه بلند میکنین. دوباره اگه بلاک دارین این سری بلاکتون رو به حالت اینجوری ایستاده بلند، دست رو میذارید روش. اگه هم احتیاج ندارین دستتون رو میذارین روی پاشنه پای راست. دمو که انجام میدین دستتون رو مثل یه حالت رقص باز میکنین، میبرین عقب.
قشنگ قفسه سینه باز باشه، گردنتون خیلی به سمت پایین نیفتاده باشه. بعد دست رو میارین جلو، لگن رو هول میدین به عقب، جاها رو عوض میکنین، دست چپ میاد روی پاشنتون، دست راست میره عقب و باز میکنید قفسه سینه رو. دوباره بازدم، دست راست میاد روی پاشنه، دم، قفسه سینه باز، بازدم، دم و بازدم. میشینید روی پاشنتون و دوباره حرکت چارلز پوز رو انجام میدین. چون ستون فقرات رو به عقب خم کردیم، حالا این سری به جلو خمش میکنیم که بینشون، یعنی برای ستون فقراتمون بالانس برقرار باشه. با دستاتون خیلی آروم شونهاتون رو هول بدین بالا به حالت نشسته. پاها رو بفرستین جلو. خب اینجا میخوایم 4 زانو بشینیم. برای مبتدی من توصیه میکنم به حالت عادی 4 زانو بشینید، یا اگه بدنتون از انعطاف بیشتری برخورداره یا اینکه مبتدی نیستین، میتونین یه پا رو بزنین روی اون یکی پا و این یکی پا رو دوباره میزنیم روی اون یکی پا. خب پس تصمیم خودتونه کدوم براتون راحت تره. بعد دستتون رو میزنین پشت لگنتون، خیلی آروم آروم. پاها هم از زمین بلند میشه وقتی میرین عقب. آرنجتون رو میذارید روی مت، بعد آروم پاها رو میفرستین به سمت متتون. این حرکت یه مقدار متوسطه، شما میتونین همینجا بمونین. الان توی همین حرکت ستون فقرات ما یه مقدار به سمت عقب خم شده. برای کسایی که میخوان چالش رو بیشتر کنن و میتونن، در بدنشون میبینن، نه اینکه خودشون رو زور کنن، میتونن این قسمت بالای سرشون رو بیارن روی مت، پاها رو بیارن روی آروم ریلکس روی زمین و شما با انگشتای اونی که باهاش حرکت وی یا بهش علامت صلح میگن میسازید، انگشت پاتون و انگشت بزرگ پاتون رو بگیرید، آرنجا رو آروم، شونه ها رو ریلکس میکنین. همه چی به این میگن فیش پوز یا حرکت ماهی. نگاه رو به عقب باشه. چند نفس اینجا میمونیم، طول میکشه که بدنمون راحت بمونه توی این نفس، عادت کنه بهش. تا 5 میشمرم. دم 1 2 3 4 5. بازدم آرام و ول میکنین انگشت پاتون. حالا با دستاتون رونتون رو میگیریم، میخوایم خودمون از این حرکت بیاریم بیرون. آرنجا رو یکم هول میبریم عقب، خودمون رو هول میدیم بالا و میایم به حرکت نشسته. پاها رو از هم دیگه باز میکنیم، یا اگه 4 زانو بودین همون 4 زانو نگه دارید. چون به سمت عقب خم شد ستون فقراتمون، حالا به سمت جلو، دستا میره بالا و بازدم به سمت پایین، آرنجا به سمت بغل. خب یا شما میتونید دستاتون رو 2 تا مشت کنین، پیشونیتون رو بزنین روش، یا اگه بلاک دارین، بالش دارین، بزنین روی اون، یا اگه هم که پیشونیتون میرسه به زمین، لطفا همینجا بذارین. دم و بازدم. هر چقدر که دوست داشتین میتونین اینجا بمونین. وقتی که آماده شدین خودتون رو هول بدین بالا و بخوامین توی حرکت شاواسانا. کف دستا رو به بالا، خیلی آروم و شمرده نفس بکشید. خب من از اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هر چقدر که دوست داشتین اجازه بدین که بدنتون اینجا استراحت کنه و از شواساناتون حد اکثر استفاده رو ببرید. خیلی ممنون که همراه هم